درود بچه‌ها، من ماهانم و خیلی خوش اومدید به چنل ماهان تیوی پرینت. من توی چنلم کلی محتوای خفن از پرینتر سه‌بعدی میسازم و همه این چیزایی که پشت سر من میبینید با پرینتر سه‌بعدی ساخته شده. توی این چنل فقط قرار محتوایی که میذاریم از پرینتر سه‌بعدی باشه و به صورت اختصاصی روی پرینتر سه‌بعدی فعالیت کنیم. حالا توی این ویدیو اومدم یه روم تور براتون بگیرم، البته که هنوز اینجا کامل نشده چون برنامه‌هایی که برای اینجا دارم واقعا خفنه، اما بازم اومدم بهتون نشون بدم که کار من از کجاست، از کجا فایل رو آماده میکنم با لپتاپ میام میدمش به پرینتر سه‌بعدی و اینجا چه کارهایی انجام میدیم، چه مراحلی انجام میشه و چه چیزایی کلا توی اینجا داریم. حالا از نظر تجهیزات و این چیزایی که باش ریکورد میکنم و چیزای اینجا استودیو منو بریم با هم ببینیم اینجا چیا داره. آقا اول اینکه برای اکویی که حالا اون صدا داشت، پرینتر کجاست به نظرتون؟ بهتون میگم. برای اکویی که صدام داشت ببخشید، اینجاها رو باید من کلا ببینید، بذار از اینجا نمار نشونتون بدم. اینجا کلا اونجاییه که من فعالیت میکنمه. حالا باید ما اینور و اینورم پنل آکوستیک ببندیم، ولی خب این اصلا پنل آکوستیک نیستش، این فقط یه واله تیریدیه که خیلی هم بد زدمش، اصلا OCD هم دارم، هر وقت میام اینجا میبینم اینور با اینور ست نیست اصلا بهم برمیخوره، حالم بد میشه. شلفه که توی یه ویدیویی که حالا اگه بخوایم ببینید این بالا هست با هم زدیمش، تمام وسیله رو چیدیم روش. اینجا میز کارمه، اینجا تمام رنگامو چیدم و توی این جا قلمی اتمیمونم قلم‌ها رو نگهداری میکنیم. این یه پالت رنگ فسیله بچه‌ها. اینجا یه صندلی عادی داریم، یه صندلی کامپیوتر که حالا روی این میشینیم رنگامون انجام بدیم برای اینکه درد کمر ما رو فرا نگیره. یه عدد بخاری برقی برای گرم کردن پرینتر سه‌بعدی که الان فقط سر همین یه بخاری برقی من 4-5 تا پرینت فقط خراب دادم. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اینو زیاد میکردم برای اینکه پرینتر گرم بشه، خود به برق فشار میومد، فیوز میپرید و پرینت من خراب میشد. حالا پرینتر کجاست؟ جای پرینترم که دیگه اونایی که منو دنبال کردن میدونن، اونایی که دنبال نکردین توی ویدیوهای دیگه ببینید میدونید که جاش اینجاست. پرینتر من الان رفته برای تعویض شدن فنای پشتش که یه دفعه یه برد جدیدی براش داده بودن و من گفتم که اون بردرم ببندن روش. حالا این برده چی داره؟ برده کارش اینه که از 8 بیت ارتقا پیدا کرده به 32 بیت، یعنی از نظر کیفیتی حدوداً 4 برابر شده که خیلی بهتره. کیفیت و دقت بالا رفته و وقتی که برق بره و بیاد یه گزینه ریزام شما دارید که اونو بزنید ادامه پرینت و قشنگ براتون میره که این آپشن برای من مثل طلا میمونه، به خاطر اینکه تا الان انقدر من فیلامنت هدر دادم سر قضیه برق، یعنی دوست دارم اداره برق و باعث و بانی، اینا ستان باعث بانی بابای بهنام بانی، همه اینا رو من فوش بدم. همین الان یه نمونه‌هاش اینجا دارم، ببینید نصف ساعت بنتن، چریتوس بدون کله، این چقدر فشار داره. مثلا نگاه کن خدایی اصلا فشار خودش، ما فشار نمیخوریم، مثلا ربطی به فشار خوردن نداره کانال من. ببین خدایی فکر کن تا اینجا رفته رو 90% برق بره، تو چه حسی پیدا کنی؟ حالا یه قولی بهتون سر ویدیوی من شروع پروش داده بودم که قراره که اگه 300 تایی بشیم ماسک آیرون منو بسازم. من سر قولم هستم، اما خب شما باید حمایت کنید. با حمایتاتون از این ویدیو، کامنت گذاشتناتون، دیدن ویدیو تا آخر، لایک کردنتون نشون میدید که میخواید که زودتر من ماسک آیرون من رو بسازم. حالا اون ماسک اصلا نگم براتون چه قراره خفن بشه، دیگه لازم نیست عین ددپول تیکه بزنمش، چون دیگه پرینتر ادامه بعد از قطعی برق داره توی یه تیکه کل ماسکو میسازم. حتی اگر بخواد 4-5 روزم طول بکشه بازم من توی یه تیکه میسازمش و دیگه چون هیچ ترسی ندارم و قطعی برق هیچ مشکلی برام درست نمیکنه و دیگه راحت یه تیکه پرینتش میکنم. با حمایتتون از این ویدیو بهم نشون بدید که میخواید ماسک آیرون منو بسازم یا نه. حالا بریم ادامه ویدیو. زیر این میز من یه یخچاله که این یخچال نیست، انباری منه، یعنی این تو من تمام ابزار رو گذاشتم، اون سشواره ها بچه‌ها آروم. اینم یه فیلامنت فعلا زرد، بقیه فیلامنت ها رو توی خونه نگه میدارم توی یه جای بسته چون این کمه، حالا گذاشتم اینجا. فیلامنت های تموم شدمونم که اون بالاست.
به خاطر اینکه اینجا نم نکشه و به قول معروف داغون نشه. اینجا یه خورده اسپری و بتونه و اینجا هم جعبه پرینترم بود که پرینترم گذاشتم توش و تحویل دادم به پشتیبانی برای اینکه خط و خش نیفته. اینم که پرینتای خرابمون. حالا با این یه دونه کار دارم. اینو خدایی ببینید، این مثلا همه جاش اوکی بوده، به خاطر یه تیکه از این ساپورتا که قشنگ نچسبیده به صفحه اینجوری داغون شده. این بتمن خوش کیفیت، نگاه کیفیتو ببین خدایی. اینجا هم که من الان بچه‌ها یه دونه UPS دارم که خیلی قیمت بالایی هم داره، چون دستیه، خودت میتونی ارتقاش بدی، هر باتری مثلا بخوای بتونی بهش وصل کنی، یعنی قدرتش اون زمانی که برات شارژ نگه داره دست خودته. سر همین خیلی گرونه، ولی خب من اینو از اعماق انباری در آوردم و اصلا نمیدونم این چجوری کار میکنه، چی کارش باید بکنم. ولی خب UPS دیگه، خیلی هم UPS قویه، ولی خاک خورده و الان قشنگ ترکیده. اینم که رینگ لایت منه بچه‌ها. من روی این ویدیوامو میذارم. دمپایی رو ندیدین؟ دمپایی من، دمپایی این اصلا حکم شرف رو داره برای چنل من. از موقعی که کانال شروع شده این اینجاست. اینم که رینگ لایت همه بچه‌ها، باش ویدیوها رو میگیرم. حالا باید برم لاین کاریش کنم، لامپش سوخته، اوکی مشکلی نداره. اینم که فیگورها و اکشن فیگوراییه که بیشتر از هر چیزی من اینا رو دوست دارم. یعنی واقعا بچه‌ها حسشو نمیدونم چجوری بهتون بگم. وقتی اینو نگاه کن، وقتی که خودت مثلا میتونی هر چیزی که بخوای بسازی، رنگشون کنی، یعنی سازنده اکشن فیگورا و فیگورایی که از بچگی دوست داشته باشی و مثلا واقعیش کنی. مثلا من همیشه دوست داشتم آقا ماسک مرد آهنی داشته باشم، ولی خب اون موقع بچه بودم هیچ جا نبوده. ولی الان من میتونم همشو بسازم، خیلی راحت برای خودم میتونم بسازم، رویاهامو به واقعیت تبدیل کنم. قرار طراحی هم بچه‌ها از پایه شروع کنم یاد گرفتن که دیگه طرحایی که تو ذهن خودم هست رو هم بسازم. بچه‌ها هم مثلا خاطرات کودکی، آبشار جاذبه رو میای میبینی، عشق میکنی میسازی، ماسک ددپول، نمیدونم دوست داری رو دیوار طرح و نقش باشه. حالا اگه حمایت میکردین من 10-20 تا از اینا درست میکنم، ولی حمایت نکردید از ویدیوش که من بسازم. میاد مثلا ساعت بنتن، خدای ساعت بنتن همه از بچگی نگو، مهره مار داری اگه دوست نداشتی ساعت بنتن رو داشته باشی. من ساعت بنتن، اکشن فیگورای خوبم، شریتوس، بلا، ددپول، اصلا بچه‌ها اینا رو خیلی دوست دارم. بعد بیشتر از این که مثلا برام ارزش زیبایی و اینا داشته باشه، برام ارزش معنوی داره به قول معروف. به خاطر اینکه همشو خودم ساختم، منشور کوروش، چیزی که بیشتر همه اینا دوستش دارم و خب کلا حال میکنم با چیزایی که ساختم. امیدوارم که شما هم با چیزایی که میسازم حال بکنید. چون برنامه‌هایی که برای اینجا دارم اینه که به مرور زمان من باید اینا رو عملی کنم، چون که فعلا تمام هزینه‌هامو دارم میدم برای ساخت اینا، خرید فیلامنت، تا الان تعویض برد دستگاه و کلی فعلا هزینه کردم و فعلا نه. اما خب چرا با پرینتر سه‌بعدی قراره چیزای خفن تو این چند وقته براش اینجا برای همین استودیو اینا درست کنیم، به خاطر اینکه از وقتی که پرینتر بیاد اینجا دیگه نان استاپ قراره کار کنه، چون دیگه من هیچ ترسی از قطعی برق ندارم. 20 شاری دستگاه روشن میذارم، پستای اینستا رو میخوام شروع کنم، سر همین دیگه 20 شاری دستگاه روشن و کلی چیزای خفن به اینجا اضافه میشه. جالباسی‌های ماینکرافتی میخوام بزنم یه طرف، تابلوهای انواع گیما رو میخوام بزنم اینجا، به خاطر اینجا رو خالی گذاشتم، وگرنه اونا رو اینجا میزدم. اینجا رو خالی گذاشتم تابلوهای گیما رو بزنم. یه سری چیزای LED دار میخوام درست کنم برای روی میز. حالا بچه کلا ایده های خفنه، اگه شما حمایت کنید من خیلی کار بزرگی میکنم. اما یه چیز دیگه، اینجا قراره یه استدیوی مارولی خفن شه، به خاطر اینکه من مارول فنم، به خصوص ونوم فنم. اگه یه خورده منو دنبال کنید متوجه میشید که من ونوم فنم. آقا اصلا این ونوم تمومی نداره، من ونوم فن 100م. بعد آیرون من و اینا هم هستا، ولی آیرون من چرا تا الان چیزیشو نساختم به جز اون هالک باستر و آیرون من زامبی؟ به خاطر اینکه یه راست برم سر اصل مطلب، یعنی ماسک آیرون من، که الان دیگه میگم اگه حمایت خوب باشه میرم میخوام یه بخش این دیوار رو اختصاص بدم این اتاقای پینترستی. دیدید چکش تور رو میذارن و سپر کاپیتان آمریکا و ماسک آیرون من و
خدا وکیلی، یعنی خدا وکیلی دلتون میاد من محتوای خفن نذارم براتون، حمایت کنید من همه اینا رو اوکی کنم سریع‌تر. قبل اینکه باهاتون خداحافظی کنم بگم که دمتون گرم که تا اینجا ویدیو رو دیدید، مرسی که حمایت میکنید. پس میرم سراغ ساخت ماسک آیرون من. اگه حمایتتون از این ویدیو خوب باشه بریم که با هم یه ویدیوهای خفنی رو در آینده داشته باشیم توی چنل من. مرسی اونایی که کامنت میذارن، انرژی میدن، انگیزه میدن. ستون دارم واقعا، بعضیاتون خیلی لطف دارین میایین توی کامنت ها میگید که ادامه بده، موفق میشید. واقعا دلگرمی من و انگیزه من فقط شمایید. پس حمایت کنید. بریم اتاقی هم که حالا توش اتاق خودم، اینجا بچه بیرون از خونه است، یعنی مهمتر از این رو راستم یادم رفت تو بگم، اینجا بیرون از خونه است، یه مغازه بغل خونمونه که برای خودمونه و من اومدم اینجا رو تصاحب کردم. اینم اونجایی که تو لپتاپ فایل رو آماده می‌کنم میدم پرینتر رو نشونتون میدم. بازم دمتون گرم که تا اینجا ویدیو رو دیدید. اینجا هم که بچه‌ها میز کامپیوتر اتاقه و لپتاپ اینجاست، فایل‌ها رو اینجا آماده می‌کنم و میدمش به پرینتر سبودی. دمتون گرم که تا اینجا ویدیو رو دیدید. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.